نامه. کتاب قرآن نماد حیات معقول نوشته محمد تقی جعفری منتشر شده از سوی مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری به کوشش کریم فیضی و علی جعفری منتشر شده است. از نظر علامه جعفری قرآن یک کتاب حیات بخش است. شیوه این کتاب بیان دستورات زندگی و عوامل بازدارنده حیات معقول است. این راه در آغاز سوره مبارکه بقره چنین بیان شده: هدی للمتقین، یعنی این کتاب الهی هدایت کننده و به ثمر رساننده انسانی است که شخصیت خود را یافته و رساندن آن را به ثمر حقیقی خیش در گذرگاه ابدیت درک کرده و لزوم نگهداری و صیانت آن را از آلودگی ها به طور جدی دریافته باشد. استاد جعفری میگوید کافی است در سوره‌ای کوتاه اندیشه به خرج دهیم. بعد هم تأکید می کند یکی از دلایل اعجاز قرآن که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آیاتی است که چهره ریاضی جهان را برای ما بیان می کند. بیان چهره ریاضی جهان در آن دوران ظلمت مطلق و جهالت همهگیر و سرزمینی که اندیشه‌ای به نام محاسبه وجود نداشته، از کسی که هیچ درسی نخوانده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اعجازی است بسیار روشن. علامه برای درک این اعجاز چند شرط ارائه کرده: اطلاع کافی از وضع عمومی شبه جزیره عربستان در آن دوران، آگاهی کامل از زندگی ابتدایی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بی‌غرض بودن و داشتن وجدان و انصاف و دوری از اصول قالبگیری شده برای تاریخ شناسی. قرآن چگونه کتابی است؟ قرآن و مقوله شناخت، جهان، زندگی، تاریخ و قرآن، ویژگی‌هایی از قرآن، آیات مکی و مدنی، بعدی از اعجاز قرآن و انتخاب‌هایی از نور انوار، محورهای کتاب قرآن نماد حیات معقول هستند. کتاب قرآن نماد حیات معقول را می توانید با مراجعه به سایت ustad-jafari.com یا تماس با شماره تلفن 44205453 در محل خود به قیمت 10,000 تومان دریافت کنید. علامه جعفری با مرور آرای متفکرین غرب و شرق و همینطور بیان بنیادی ترین اصول جهانبینی اونها سعی میکنه که اختلافات و تناقضات اونها رو بهش اشاره بکنه. در بخشی از کتابشون آوردن منظور این دو متفکر، کانت و ویکتور هوگو، از تماشا یک ارتباط ساده لذت بخش یا دردآور یا حیرت انگیز ابتدایی نیست، بلکه منظور آن دو تماشایی است که با نظر بسیار عمیق اشباع شده است، ولی دخالت آن نظر در تماشا مانند دخالت آب در برگ گل هاست. در مورد این کتاب با آقای کریم فیضی، محقق آثار علامه جعفری گفتگو می‌کنیم. آقای فیضی، لب کلام و سخن نهایی علامه جعفری در این کتاب چیه؟ کتاب قرآن نماد حیات معقول از در واقع آثاری است که از مجموع آثار استاد جعفری استخراج شده. در این کتاب چندین فصل تنظیم شده، در چند فصل تنظیم شده. یکیش بحث شناخت هست، شناخت قرآنی. یکیش مشخصات قرآن هست، قرآن چه ویژگی هایی داره. یک بحث زندگی هست، بحث تاریخ هست، بحث جامعه هست و فصل آخر هم آیات منتخب قرآن مجید هست. استاد جعفری در یکی از نوشته هاشون اومدن 250 آیه از قرآن رو انتخاب کردند به عنوان آیات مهم قرآن و ترجمه کردند. البته همه آیات قرآن مهمه، ولی از یک منظر ایشون معتقدند که این آیات ربط مستقیم با زندگی انسان و خود انسان داره. این هم کار نوعی است که کسی بیاد از قرآن برداشت هایی بکنه و بگه که با این آیات ما میتونیم که در واقع مسیریابی کنیم، هستی شناسی کنیم، انسان شناسی کنیم و در مجموع کتاب قرآن نماد حیات معقول یک اثر قرآنی میشه گفت محققانه و بسیار دقیق و استادانه است. ممنونم. کریم فیضی، محقق در آثار علامه جعفری. کتاب نامه.